جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله این لی قرابتون. یا مرد به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت یا رسول الله من یک خویشاوندای دارم، اسیلهم و یقطعوننی، من پیوست میکنم علاقه را، آنها میکنن، و احسن الیهم و یسیئون الیهم، من نیکی میکنم اونا بدی میکنن، و احلم علیهم و یجهلون علی، من با آنها ملایمی میکنم، آنها برای من بدی و دشمنی میکنن، نادانی میکنن. فقال صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لئن کان کما تقول، اگر همین سخن راست باشد، چه خیلی که گفتی همین خیلی باشد واقعا. بعضی ها آمده واقعا را نقل میکند و لیکن کمتر واهمه میکند. اگر همون خویشاوندانش یا همون شخصی که از قفاش سخن کرده همینجا باشد، انکار میکند شاید سخن اینه. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم که لئن کان کما تقول، اگر همین خیلی که گفتی همین خیلی باشد حادثه، فکأنما تصفهم المل، گویا که تو به دهان آنها خاکستری گرم میدی. بعضی گفتن لخچه، خاکستری گرم از لخچه خالی نیست، لخچه هم دارد. یعنی گویا که تو اگر همین سخن درست شد به آنها لخچه یا آتش گرم، خاکستری گرم خورانیده استاده. خوردن خاکستری گرم این عذاب است، یعنی این یک تشبیه عذاب آخرتشان، یعنی که گویا که عذاب علم آور آنها را منتظر است در آخرت. اگر کسی که خویشاوندانش به اون نیکی کند، او به عوض نیکی آنها بدی کند. ولا یزال معک من الله ظهیر علیهم ما دمت علی ذلک، همیشه از جانب الله تعالی به تو نصرت است، یاردم دهنده است، مادامی که در همین عمل بردوام باشی. همیشه الله تعالی در یاری تو است اگر تو همین گونه باشی. رواه مسلم، این روایتی مسلم است. الله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.